درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی. ببینید یکی از مسائلی که مطرح هست از آیین زرتشتی چگونگی و نوع پوشش مردم. ببینید دوستان، در آیین زرتشتی ما چیزی به نام احکام، دستور و شرایط خاص یا به نام شریعت نداریم، مثل ادیانی مثل اسلام یا یهودیت که داره شریعت هستند و احکام. ما در آیین زرتشتی با چنین چیزایی مواجه نیستیم. بنابراین از کتاب، مذهب یا یک شخص خاص پیروی نمی کنیم و همه چیز به عهده خودمون و به خصوص دانش و اون زمانی که داره پیش میره. همه چیز به عهده زمان و علم هست و به عهده خودمون. ببینید در مورد تیتر برنامه اگه بخوام یک توضیح مختصری بدم، ببینید من تیتر برنامه رو چنین می‌نویسم که چگونگی و نوع پوشش از دید آیین زرتشتی. چرا؟ چون ببینید اگه بنویسیم چگونگی و نوع پوشش در دین زرتشتی، خب باور کردیم که یک پوششی در دین زرتشتی هست که می‌خوایم بررسیش بکنیم. بنابراین این درست‌تره که بنویسیم چگونگی و نوع پوشش از دید آیین زرتشتی. از دید آیین زرتشتی رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، خب میتونیم بررسی بکنیم. چرا؟ چون میتونیم بگیم که در آیین زرتشتی پوشش خاصی وجود نداره. این میشه بررسی ما در موردش توضیح بدیم. ولی بگیم در آیین زرتشتی، خب در آیین زرتشتی خب نوع پوشش و چگونگیش خب مشخص نیست که بخوایم مثلا بررسیش بکنیم، که بخوایم چنین چیزی رو مثلا بررسی بکنیم. نه تنها پوشیدن بلکه خوردن، نوشیدن اینا هم مطرح نیست که بخوایم اینا رو بررسی بکنیم. بنابراین من چگونگی و نوع پوشش از دید آیین زرتشتی رو میخوام بررسی بکنم. خب ببینید آیین زرتشتی همونطور که گفتم احکام و شرایط خاصی رو قائل نشده. بنابراین نمیتونیم بهش رجوع بکنیم و این مسائل رو ببینیم و بررسی بکنیم. در جواب این مسئله باید گفت که ایرانیان از گذشته تا به امروز همیشه پوشش داشتن. پوشش یک مسئله بوده که در ایران همیشه بوده و یک چیز خوبی هم هست. پوشش با توجه به شرایط و اون مکان و اتفاقا عرف اون مردمی که زندگی میکنن وجود داره و هیچ زور و اجباری هم برای پوشیدن یا نپوشیدنش نیست. تنها برهنگی در آیین زرتشت، در باورهای ایرانی، نه در آیین زرتشتی، در باورهای ایرانی برهنگی و عریانی چیز یعنی ناپسندیه. بازم چیز زوری نیست، چیز ناپسند، یعنی ناپسند شمرده می شده از دید ایرانیان باستان. پس بنابراین همیشه این پوشش رو داشتن. نمیشه گفت پوشش رو ما نداریم، پوشش رو قبول نداریم و چنین مسئله نیست. پوشش رو بله میتونیم بگیم داشتیم. چرا؟ شما مشاهده بکنید در تخت جمشید سنگ‌نگارهاش که مردم پوشش دارن و نه حجاب، که بگیم حجاب دارن، نه، پوشش دارن. پوشش خب چیه؟ مثلا طرف شلوار تیشرت میپوشه، یا طرف مانتو میپوشه، یا شال میپوشه، یا روسری میپوشه، یا هر چیز دیگه. میتونیم بگیم پوششه. این پوششش اینجوریه. خب ببینید چنین چیزی وجود داره. مثلا مردم ایران باستان همیشه شلوار و لباس رو داشتن، چه در سنگنگار هخامنشی که ببینید داشتن و چه در سنگنگارهای ساسانی که در سنگنگارهای ساسانی زنان هم مشخص هستن. چرا؟ در اون سنگنگاری که صحنه گل دادن شاپور به همسرشون هست، شاپور شاهنشاه به همسرشون، که وقتی شما ببینید همسر شاپور داره پوشش هست و یک دامن و لباس بلندی رو داره. ولی خب ببینید ما چیزی به نام حجاب در آیین زرتشتی نداریم. حجاب به معنی چیست؟ حجاب از حجب یعنی پرده میاد، یعنی اون پرده‌ای که جدا میکنه یک چیزی رو. به معنای جداسازی خب حالا جنسیتیه که مثلا از دید نامحرم پوشیده باشه، یا مثلا از جامعه طوری رفت آمد بکنه که در دید مردهای مثلا حالا نامحرم نباشه و از این حرفا. خب ما چیزی رو اینجوری نداریم. اصلا جداسازی و
نامحرم، محرم، از این چیزا ما در آیین زرتشتی نداریم و نداشتیم. بنابراین نمیتونیم بگیم حجاب در آیین زرتشتی. آیین زرتشتی خب نه حجاب در موردش سخنی گفته شده و نه پوشش. تنها گفتم برهنگی چیز درستی نبوده در بین مردم ایران و باستان. تنها پوشش بوده که پوشش هم باب اون شرایط و اون مکانی که زندگی میکردن. مثلا ببینید شما در ایران باستان یا در همین ایران خودمون رو مثال بزنیم بهتره. ایران خودمون رو ببینید، مثلا اقوام مختلف رو لباساشون رو ببینید، لباسایی که میپوشن، لباسای محلی منظورم است. ببینید اینها دارای چی هستند؟ معمولا دارای رنگ‌های شاد، رنگ‌های مختلف و شکل‌های مختلفی هستند که مشخص میکنه مردم ایران از گذشته تا به امروز رنگ‌های شاد میپوشیدن و لباس‌های مختلفی داشتن و لباس‌های زیبایی هم داشتن. خب ببینید پوشش زنان در آیین زرتشتی هم، زنان زرتشتی که امروزه هم هستن و پوشش محلیشون رو اگه ببینید، خب معمولا مثل پوشش مردم بختیاری یا پوشش مردم کرد هست، چندان تفاوتی نداره. ببینید در ایران با توجه به این شرایط و مکانی که اون مردم و اقوام زندگی میکنن پوشش تفاوت داره. مثلا ببینید در شمال ایران پوشش کمی بیشتر هست، در جنوب ایران پوشش کمتر هست و معمولا سفید هم هست، چرا چون گرمه. رنگ سفید هم نور جذب نمیکنه، به خاطر اون گرمایی که وجود داره این پوشش سفید رو معمولا انتخاب میکنن، یا مردم عربستان که پوشش سفید دارن بیشترشون. و یا ببینید مثلا در سیبری مردم اسکیمو یا اون مردمی که در سیبری زندگی میکنن مردمی هستن که پوشششون بیشتره و پوشششون کمی به قول معروف کلوفتره و با توجه به اون شرایط و مکانی که زندگی میکنن پوشش رو هم دارن و اون زمان و علم روز هم هست. مثلا ببینید مد میشه که میان شلوار راسته میپوشن یا شلوار جین میپوشن، این مد هم هست و زمان هم هست. مثلا زمان پیش میره و شاید یک جای تغییر اقلیمی بده. مثلا ببینید شاید همین ایران خودمون مثلا حدس و گمان بزنیم که 100 سال دیگه یخبندون بشه. خب یخبندون که بشه مردم ایران هم پوشششون همه مثل مردم سیبری میشه، یا شاید اصلا ایران خشک بشه. خب با توجه به اون شرایط پوشش ایرانی ها هم کم خواهد شد. پس پوشش و اون لباس با توجه به شرایط و اون مکانی است که مردم زندگی میکنن. در آیین زرتشتی هم ما چیزی به نام حجاب نداریم و پوشش هم براش سخنی گفته نشده. تنها در ایران باستان پوشش بله رعایت میشده و مردم هم از قدیم تا به امروز پوشش رو داشتن. خب خیلی ممنون که همراه من بودید. پیروز و پاینده باشید. بدرود.